از یادها در یادها. تاجیکستان دولتی بر خویش منصوبت کم است. کودکت افسون لیکن یک توی محبوبت کم است. مادری تاجیک من خاک قدمهایت شوم. بچه‌ات بسیار لیکن بچه خوبت کم است. مادری خالق سیادوف از زمره آن مادرانی بود که فرزندی را برای تاجیکستان عزیز هدیه کرد که مقصد و مرامش تنها از حمایه مرز و بوم کشور ننگ و ناموس عبارت بود و بس. تماشابینان عزیز، ما در برنامه نوبتی از یادها در یادها ته چند لحظه از حیات و فعالیت یک وطندار بننگ و ناموس که تا لحظه های واپسین عمرش در خدمت مردم عزیزش بود صحبت می نماییم. البته شناس کردن خالق سیادوف شاید ضرورت نداشته باشد، زیرا خالق سیادوف پیوسته در خدمت خلق و وطن بود و چند نکته را از زندگی نامه شادروان خالق سیادوف. موصوف 8 دکبر سال 1962 در عائله دهقان به دنیا آمده. تعلیم ابتداییش را در زادگاهش یعنی دهی مداوره گرفته است. او سالیان دراز در وزارت کارهای داخلی کار و فعالیت نموده. پس از به نفقه برآمدنش در کمیساریات حربی شهر پنجکند تا لحظه های واپسین حیاتش کار و فعالیت نموده است. سیادوف خالق عائله‌دار، صاحب 8 فرزند. رشته عمر خالق سیادوف 15 می سال 2012 از بیماری سکته دل کنده شده است. سیادوف خالق بغیر از متخصص کسبی بودنش در عائله نیز همچون پدر موفق 6 پسر و 2 دختر را به وای رسانیده است. باید قید کنیم که در تمام لحظه های عمرش همسر مشفق و مهربانش تمره سیادوف در پهلویش بود و در تمام روزهای سختی و خرسندی مصلحتگری بهترینش بود. اکثریت آن کسانی که موصوف سیادوف خالق را میشناختند میدانستند که او در قطار شهروندانی که برای ساختار کنستیتوسیونی جمهوری جانبازی ها کردند. او نیز برای پاکسازی خاک پاک تاجیکستان عزیز از هر پای ناخلف و تنجه و آسایشتگی کشور جانبازی ها نموده است. از این رو فرزندان مرحوم اقبال، لایق، سیاد، صابر، سامانشاه، خیرالله، شریف ماه و منیژه از نام پدر افتخار میکنند و شب و روز دیده به در میدوزند که شاید بار پدر مهربانشان با لباس نظامی که به تنش میزیبد، با چهره خندان که منسوب به خودش بود، از در می درآید و فرزندان را به آغوش می کشد. همسر مهربانش تمره سیادوف با 2 چشم گریان راه شوهرش را می پاید و از خداوند عظیم و شأن
خواهش می نماید که جای سیادف خالق را در فردوس برین جای دهد. شاید این سرود ناله دل فرزندان شادروان خالقاف سیاد باشد. دوستان عزیز، امروز یادبودی یکی از فرزند ملت، کاپیتان میلیسیا سیادف خالق که سالهای دراز به وطن ملت خدمتی شایسته کردند. از خداوند آرزو دارم که جایشان جنت، گورشان پرنور باشد و یک سرودی پدر با درخواستی فرزندان و عائله‌شان در روز یادبودشان بخشیده می شود. این گوهری گم گشته به دنیا پدرم بود. محبوبی همه یار همه تاج سرم بود. با رفتنی او کلبه قلبم شده تاریک. تنها نه پدر وای که نوری به سرم بوده، تنها نه پدر وای که نوری به سرم بود. این گوهری گم گشته به دنیا پدرم بود، پدرم بود، تاج سرم بود. از کناری ما کجا رفتی پدر جانم بیا، در سراغ دیده گریانم پدر جانم بیا. این سرای و منزلی ما بر تو خوش نامد مگر، منزلی دیگر بنا کردی پدر جانم بیا. این سرای و منزلی ما بر تو خوش نامد مگر، منزلی دیگر بنا کردی پدر جانم بیا.
خانه به در چی کار آید تو را در زیر خاک از سرایی به در جانم پدر جانم بیا مادری به چارم در خانه تنها مانده است یک جهان غم میخورد آخر پدر جانم بیا مادری به چارم در خانه تنها مانده است یک جهان غم میخورم آخر پدر جانم بیا چشمش خنده زیبای تو یاد کردم روی زیبایت پدر جانم بیا در حضورت ای پدر ما را غم در دل نبود رفتی و غم را رها کردی پدر جانم بیا من که احرار از خدا بهرت زیاد دارم طلب با کفی نور و ضیا سویم پدر جانم بیا من که احرار از خدا بهرت زیاد دارم طلب با کفی نور و ضیا سویم پدر جانم بیا از کناری ما کجا رفتی پدر جانم بیا در سراغت دیده گریانم پدر جانم بیا در سراغت دیده گریانم پدر جانم بیا زی مرگ نابهنگامت پدر بسیار می سوزم به خود می پیچم از اندوه و آتشوار می سوزم در این ایام فصل دی دل فرزند خود سوزی به مثل یک چراغ لاله در کوهسار می سوزم زی خاک سرد گور تو به دل افتاد یک سوز میان آتش اندوه آدم خوار می سوزم به دور خیش جز تاریکی اندوه نمی بینم مثال اختر در آسمان تار می سوزم دل تو ماند از کار و دل من گشت غم بیمار دل تو ماند از کار و دل من گشت غم بیمار برای آن دل بیکین و بی آزار می سوزم فراموش کی شود از یاد یاران حق تلاشیت همیشه
بهرت انسان ناتکرار می سوزم. همیشه بهرت انسان ناتکرار می سوزم. زمرگ نابهنگامت پدر بسیار می سوزم. حالا نزدیکان و پیوندان، خویش و تبار، فرزندان و نبیرگان خالق سیادوف از مرگ نابهنگام موصوف غمگین بوده، همیشه نصیحت ها و مصلحت های پدر را سرمشق کار و فعالیت خود بدانند و همسر و فرزندان سیادوف خالق از کار و پیکار او افتخار می کنند و او را به نیکی یاد می آورند. فرزندان شادروان سیادوف خالق می گویند پدر ما شخصیت ناتکرار بود. او همیشه ما فرزندان و نبیرگان را با نوازش صدا می کرد. شخصیتی مهربان و در عائله پدری خوب بود. ولی افسوس و باز هم افسوس که از مرگ جای گریز نیست. روحتان شاد و خانه آخرتتان آباد باشد پدر جان عزیز. به دیدار تو پزمانم پدر جان عزیزی من. نمی گردی تو مهمانم پدر جان عزیز من. ز تو آموختم درسی حدیث و آیت قرآن، چراغ نور ایمانم پدر جان عزیز من. درخت سبز بر قبر تو حالا سایه افکن شد، صفای باغ و میدانم پدر جان عزیز من. ز پند بی نظیرت تار و پودم داشت آسایش، به سر خورشید تابانم پدر جان عزیز من. تو رفتی و جهان حسن و ضیای خویش با تو برد، درخش ماه کیهانم پدر جان عزیز من. به خاطر می رسد گفتار نیک و کتف و بالایت، شکوه و شوکت و شانم پدر جان عزیز من. به دیدار تو پزمانم پدر جان عزیز من. نمی گردی تو مهمانم پدر جان عزیز من. البته جای خالق سیادوف در صف مقامات های قدرتی خالی است. از این رو که با کدام همصفانش وامی خوریم از خصلت های حمیده و انسانی او یاد می کنند. کل کارمندان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، کمیسریت حربی شهر پنجکند، خاصه نزدیکان و پیوندان، همدیاران، یار و رفیقان سیادوف خالق را امروز به نیکی یاد می آورند و در حقش دعای خیر می گویند. ما اهل ایجاد برنامه نیز از درگاه خداوند بزرگ خواهش می نماییم که روح سیادوف خالق شاد باشد و مکانش بهشت. مؤلف و راوی من اولوبک حسین زاده، کارگردان خیام جوریف. Yeah.